مسابقه بزرگ ترجمه روحانی قرآن کریم، فرصت استثنایی برای فهم کلام پروردگار. 3 جزء قرآن کریم در ماه مبارک رمضان، 330 جایزه برای 330 نفر. منبع: ترجمه تفسیری جامع البیان از علامه مولانا عبدالقدوس دهقان حفظه الله تعالی. آزمون: روزانه هر روز 1 جزء از قرآن کریم گذاشته می شود. به قید قرعه به 10 نفر از برندگان این آزمون نسخه از کتاب ترجمه تفسیری جامع البیان اهدا خواهد شد. آزمون نهایی در پایان رمضان از 30 جزء کامل به قید قرعه به 30 نفر از برندگان این آزمون نسخه از کتاب ترجمه جامع البیان و مبلغ به مقدار 1,000,000 تومان ایرانی اهدا خواهد شد. فرصت طلایی را از دست ندهید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به دقت تمام دوستداران قرآن کریم رسانیده می شود. آزمون علامه مولانا عبدالقدوس دهقان حفظه الله تعالی. فایلی که در بالا فرستادم در اونجا 10 سال از جزء اول قرآن کریم بیان شده است. شما می توانید ثبت نام کرده سپس به 10 سوال جواب بدهید. جواب‌ها به شکل تستی هستند و پاسخ‌ها در جزئی که روزانه منتشر می شود گذاشته شده است. 10 سوال و هر سوال 3 جواب دارد. یک از اون جواب‌ها صحیح است. انتخاب نمایید و سزاوار جایزه شوید. مسابقه بزرگ